درود دوستانی عزیز، برنامه گنجور است و ما در نزدیک مادرانی زیبا، مادرانی خوشگاه، دلنشین که واقعا یک گنجوری به بهار میمانند و اونقدر مثل و ربایی های خلقی در ضمیر آنها نهفته است که کس از شنیدنش همیشه لذت میبرد. من پیش از شروع برنامه با این مادرانی زیبا یک صحبت کوتاه هم داشتم و واقعا خیلی لذت بردم. خیلی ظرافتگو هستند، خیلی مهربان هستند و خیلی مسائل جالب میدونن که واقعا من بار اول میشنیدم. درود بر شما و برنامه گنجور خوش آمدید و من میخواستم همین گنجینه های بی‌بهایی که شما از مادران خود، از بیبی های خود، عموما از گذشتگان حفظ کردید و در هر یک صحبت استفاده میبرید درباره آنها حرف بزنید. مثلا وقتی که شما صحبت داشتید در هر یک صحبت شما در یک مثلا چند جمله یک مثل استفاده میکردید یا یک ربایی استفاده میکردید. عموما همین مثل ها رو، همین ربایی ها رو از کجا حفظ کردید؟ از کجا همین مثلا در ذهن شما پیدا شده و عموما از کی شنیدید؟ من حیات سرگذشتی من اگر همه شب گم عجایبه. چگونه ربایی ها میدونید؟ تا حاضر آنها رو میخونید برای نبیره ها؟ برای نبیره ها من علمه گفتم، نبیره ها من آسونه هر گونه افسانه ها که کتاب میخوندم. یک افسانه هم غجمغجان بی انا یکم غجمغجان بی نقلشو میکردم سست میشین ایشو بی با یک باری غجمغجان موشک غجمغجان غمزکنان شاه زنان کجا روان موش من روم که شوی کنم، شوی به تدبیر کنم، نان نگندم خرم دعای جان شوی کنم. اینشو میگفتم. بعد انا پیش چند کس میره و قبول نمیکنه، شو نمیکنه موش. بعد پیش چی میره؟ قصاب. این قصاب که قصاب معقولش میگره، میگه قهرتان قهرت اگر بیایم من چیکار کنی؟ میگه با دومکم با چشمتان سرما میکشم. همینشو میگفتم. بزک جنگی لپاشو میگفتم شو نبیرام خواه میکردم. حالی هم میگوید؟ حال دیگه نگومه. چی با؟ برای که نبیرام خدارش کرد کلان شیم. خدم بیغمه خدمه میگومه بشی. میگوین که خورباقه شو دارد آبرو دارد. اون موشک هم همین خیلی. بعد فرزند تولد کنم اینا. یک با ای ناردبان ای سوزه ناردبان میسازه. ناردبان او زینه پایه دونه میش. بعد میزنه که دفتر میابه در حوزی ها زنمه. بعد نالاو چریق میکنه میخم با میگیرش. همزه خند یک کتاب پاگیزه من خوندم چیش میکردم. بعد یک اموسفید همسایه مکو بیاب چی که بیاغ از مغاشان تمو بگو میگفتم میخندی. بهتره. ربایی ها را چگونه گفتید؟ ربایی های زیادی حفظ میدونید از خود کرده؟ خودم میگفتم وقتی که انا خی شوهرم یاش 48 ساله بچه هم پریشی ای ضربی غمه ای دلم هر برای علمام برای چیم ساز میکردم میگفتم و خودم گریه میکردم. چی میگفتی؟ میگفتم با شوهرم میگفتم صد برگ در نمینجا یک صد برگ آوره بشونده بی گفتم این چیز با کجله آوری شوندیش گفتی صد برگ گل میکنه و شما میبینه 5 روزه بی گل کرد گفتم ای گردی که من دبرو ای نودنی حال بوید به دماغ من صد برگ بخار دل کنده نمیتونم مشکل کارم در کرده و کارای خدا ناچارم. شوم خشروبی وزیبی نوندار بی خوبی تا مورنه که بمرم اون اوجه فراموش نکنه. آن در همی 30 سال 30 منوت من اون فراموش نکردم نمیکمشنی. واقعا همین دردها هستند که همین قدر مردم ما ربایی های خیلی پر درد دارن. اگر مثلا همین ادبیات شفاهی ما رو ببینید چقدر در آن درد و غم و اندوه زیاد نهفته است. این همه از غم و اندوه کار میاد، ولی در برابر این اونقدر مثلا مثل های جالب، اونقدر مثلا ربایی های شیرین و شاد و مثلا فرح بخش هستند که آخرا از خواندن آنها لذت میبریم. ما پیش همه شکری همین آزادی و استقلالیت
دولتی صلح امانی را کنیم. انا کاد ما به پرزیدنت سلام روی میکنیم، میگوییم که میفرستم من سلام بر قاصد صلح جهان، 100 سلام و 100 پیام از جانب ما مادران، 100,000 شکر از خداوند میکنیم، هست امروز سرور ما تاجیکان. هم نشان و پرچمش و جلوگر، گشت قایل آدمی اهل بشر. تا ثریا رفته امروز شهرتش، از ثریا میفرستند رحمتش. چون خداوند از بزرگ و مهربان، ما امید داریم که باشد در امان. انا بچه جانی عزیز، این همی صلح و آرامی و استقلالیت همدیگر فهمی و همینون که امروز این ما در همی سری دستارخون با شما جوانا یک جا سخن کردیم. انا اکه چخل بگیم ما همه چیزی که آموختیم ای مادرم آموختیم. هیچ کس میگن چی هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، نیکی هیچ کس از پیش خودش چیزی یاد نگیره. ای بابیش میشنوه، ای باباش میشنوه، ای اوچاش میشنوه، ای مثال محیطی اطراف میشنوه و همه همی چیزا را. مادرتون چی نقل میکردم برایش؟ مادرم نقل میکرد که بعد خیلی اول پدرم گم بگی امی پدرم صغیره مونده است، بعد امی زنی امکش اوتلای با قلگی کرده است، بای بچه خود شده است، بای بابای من نده است. بعد این کوسه خیلی کوسه بیده است، اما کوسه را گرفته است رفته است پیش یمو چای کتش گفته است خیلی بای من انی بده، اکو یک 5 ساله و 6 ساله بیده است. امی کوسه را پریا تولا کرده است، بای بالوش پشپی است، خیلی پدرم سوخته است. بعد امو راسته، بعد امو حالت قهر کرده است امو خونه برومز برفته است، میگریزه کولاب میروه، ای کولاب خیلی خونه و خونه خیلی در کدوم یک خونه زندگی میکنه، یک 19 ساله میگره. هم تکی خودی سمرقند میروه. در سمرقند یک 20 سال در سمرقند بخارا در مدرسه امی قطعی صدرالدین عینی می تولد بابام 1923 بیم خیلی ها. خیلی پس از سمرقند گشتگیش میویه، بعد اوچم اکه عاشق اوچم میگره، خیلی بعد اوچم ما توی میکنن میگیرش، خیلی فرزندار میگرن زندگی میکنن. پدرم در اکسپیدیسیا کار کرده، مدیری رای شغل بی مگازین چی بی. چی نقل میکردن؟ همین مسئله ها رو شما از کجا گرفتید؟ همه را امنو یاد گرفتیم. میتوانید چند تاشو برای ما بگید؟ مسئله را بعد یکی دستارخونم جمع میکنم که امی خورای نون میریزن، بعد بابا من قفا میخیزه که سرک نلت میکنه، بعد خیلی من میگریزم، بعد میگه که آلی دویدن 2 ساله تو داری کهدون، آلی تونم جا گریخت ام لحتگه میگردم من حتما لطش میکنم تا میامم قرش میپخت. بعد یکی توچینی مو میگفتن به یک بلندی را به پیرون میگیم توچینی میرفتن دخترکا، یکی میگفت که ای بخیز که شریکات برفتن، آخه میگفت که مال برون بخیز که خر قفامون یال دم بش بریزمه. بعد میگفتم آخی من خو خر نیستم، آخی انا تمیره که 9 کیلوش پری تو تنایتن اسمی کی رمی میخیز میگفتم راست گمی برم تو اونو پیش من ستلور تو با اونو بخم بعد من بمونم درم اونجا. خیلی که مثل ایجا میگن پوتا چین کورپا درست کرد قوت بر توانایی، میگن مرغزی ای بندی الان میترسه، ای دیوالی کچ 1000 یکی رو 100 نگو 100 رو یکی گو. اوکی اینو پرن هم قپری هستن که حساب ندارن، ای 200 پرتن انمی ای 200 زیوتا هم مسئله هستن. روبویی میگفتن در زمان؟ علا روبویی نمیگفتن، میگفتن در اوبرتش استه بیاغونو را در اوبرتش استه در ایبر من، ته تاقیر کج مونده غم در دلی من، فریاد کنم پاره کنم کوها را، شاین بشوم سیر کنم دنیا را. من چغز شوم به حال خود گریه کنم، تاریکی ایگور مهنت های دنیا را.
عجیب. سلامت باشید، خسته نباشید. خالای روزیما، شما هم در درواز خیلی معروف هستید با مسئله ها، با روبوی ها، با اون شما حفظ کردید. بچگیم زندگیم و یار دگونا و خشی و خرسندی گذشت. روی کو پشتا و دشت دمنا و کو پیلکاری و تماکی و کاو کادره و بعد نایی هنرهایی که داریم گل دوزی میکنیم، زنکار خواه میکریم. بعد زنکای کمپیرای پیش کمپیرای نصیحت کن بین میگفتن که ای بچه جون همی کار بکن انا که آیندت درخشان گره، آیندت خار زور نگری. بعد خیلی که در همی اومدی گپ چی است، دخترکا را سرجایی میداختن کمپیرا سرجایی میگفتن این سرجایی میگفت دختره که سری خشرو بجیه خونه گیره خونه قپای، دختره که امتد اوت برای او خونه قپ نیست. ما همی خیال میکریم که می خشرو بجویم که تعریف میکنن. انا را با هیامو میخونن، خیلی مطالمو میزان دستم با روبوی ها یادتون هست؟ میتونید از چند روبوی برای؟ روبوی ها اونا کمپیرا میشتن، اونا بحث برک میکرن، میگفتن یک ارتکبود کجکات بری رود، صد چشمی سیاه سقای یک چشمی کبود. قدی ته بلند قامتت کپ کی داری، رخساره چلال کرده می نگری. بر ما ننگر که ما غریبیم و روی، کس را بنگر که دایمش میگری. جانانه جان به تو جهان چی کمی، به تو گلی سرخ ارغوان چی کمی. به تو گلی سرخ ارغوان بسیاره، دل میل تو دارم دیگران چی کمی. انا امیر باهیارم میگفتن ای آمدنت اگر خبر می داشتم، در روی رهت گلی سمن می کاشتم، گل می کاشتم گلی گلاب می کاشتم، خاکی قدمت به دیده بر می داشتم. انا نمی چیزا را می گفتن. بعد یک وقتی گم قطیش و پرکی می استایم یک چیز بونه می کریم، گم می گفتن که می گفتیم ایلک بهانه دیدار غنیمت، یک چیز بونه می کریم. چی می کریم؟ انا جون می گفتن که پیرمراد و حیبت، خوردختر و حرمت. چی هست یعنی؟ این معناش همینه که پیرمراد جذبه دار بی بترسه، خوردختر و حرمت یمو برادر تا بدون، به انتظامی نکن، به رودی نکن. بذار پای جون قصاب چریوش، به واد غمم نیست نه واد غمم نیست، گندش که شیننده را درختم کم نیست. هر شاخ گلی سایه کنه بر سری من، اونجا باشی تو یارم کم نیست، لزار یارم کم نیست، دلبر کم نیست. انا ترا و خم پیچای من پروای تلا پتی چای من جونی شیرین. بعد میگن که روبر آب رز دمش چختای، ام زینم رم که جای بارک برسه، نخچیر در کو سناج پوست کمی. چی هستین؟ چی معنی؟ این نخچیر در حوثی نخچیر میخری، میگه که آهی نمو نخچیر من بیارم خی بزنمش و تیره بیارم بخریمش. یکی او در امو کوست تو تصور میکنی که پوستش کریستی. انا جونیم باشی قلبی را بیختم قلبی را در ایله کشیل کرم. من میگم حاضر کی در میخ حال حاضر من میگم که ای بای مثال کلی نام و بای دخترام که ای میخوای پیر شیم، همه کار را کرم دیگه قوت ندارم، همه را آرد ما بیختم در همون میخ کشالش کردم دیگه تمام نوبت با شما. اینش انا جون من آمد به سرم هر آنچه می ترسیدم. مثال می یک کاری چیه پیشت میاد که همون یک مدامش همیشه از شدنش می ترسیدی؟ مشکلیت میکنه و بعد ترس میه. اما کار که آهی آمد به سرم هر آنچه می ترسیدم، اما کار ترس میدویم. بزن چنگ بپرتا و بداره. مثال میگه یک کسی که نمی کار چکن بعد همی
چنگش میزنه اما کار خیال میکنه که می تیز بکمشو نیم کالا پرتو میشه برم شر پر تای که امی کاری خیلیش گم نمی شتاو میکنیم تاوا و الماستی و جینه و تلاش میکنیم در یک جا که نبینش که من نمی کارم کرم میپری بداره انا جونیم باشه هنر بدونه تای سنگش کن انا ببی میگه اومم نوچه نگومی اوما گومی امایدک خیال نوچه گوی راست نه که ما ده کم خورکم خودم اوما گویمی آیا کوله ده نمودی مادر اوچه و اوماست انا سقه تگم میگفت که دختر ما سقه امی بدوز گل دوز یک کنجوره بابا تاقی بدوز یک ایسوسه که تا کتا میگه در مایدک بیم شو میکنی اینا باید در کارت گرمی جون انا اینا هر یک مصره و کلمه که اومم ببیم کمپیرو میگفتن اونا هر یک کارندم باید من پیشی آیمین اونا باید من در کار گرمی جون اون چیز آرت آید یک روز به کارت آید امی چیز نوامیته همون چیز یک روزی است که همون چیز در کار گرمی 100 سال در بار یک روز در کار همون چیز میبره در یک کنجی چیز آی میدی میره همون چیز در کار تا نیامیش میره همون نمیاوی در کار میگره جون اون نو پرانی جون درواز چی خشه که خشم زارا داره آبهای خنک لالزارا داره درواز آواش قندن سنگاش مرواری قند چای در نظرم شام شده است بر فوپکای تاغمه سلام بایم فوپکا اونو انجیرن جون فوپکا انجیرن سلام خاله آینه ما وقتی که ما دیروز برای برنامه دعوت میکردیم همون مسئله و ضرب المثل هایی که در ذهنشان بودن برای از خاطرشان نبرآمدن در دفتر ثبت کردن از میخوان که برای ما یک تا خوانده و شرح دهن میگن که هر کس پاش چنین کورپای خودش درست کنه معناش همه که قوت بر توانایی مثال تا قوت بر توانایی هم علاکه علاکه همینه همه هر قریب یک معناست مثال همی با هم یک معنی یک مسئله گنی است که میگن که زوری بهوده میون میشکند انا کمی سه مثال قریب که هر سهش یک معنی داره درست قوتت هست امی کار میگذرونی نیست میونت میشکنه انا معنوش همی است درست انا باید خیلی میگه خر قفامون یولدم بش میریزه دویدن گوساله رو خیلی گفتیم میگن مرگزیده ای بندی علو میترسه ام یک را مرد گزیه باشه در اونجا برای یک چیزی علا بله را بینی ایمونت برای همه که این مور بی البت انا میگن که بیچه میشیدنی ای شنگلش دیورای بیچه چی است؟ بیچه چیست؟ بزغوله انا بعد میگه که رقص نمیتونه میگه دیکو کجای او رقص در دیکون کج رقص کی نمی در خمنی امو جا در امو جرب تو نمی رقصی کنی بعد میگه که ناصری نون بیاوم و مردم گج بزنم ای آش پلاوی سری بازارم نوامی میگه که یعنی یک نوله نون بعد در امیجا با تنجی و با امانی بخشی بخرسندی در امی سری دستاخنی خودم خرم ایم آش پلاوی سری بازاری که جغامه و جغیل مثال بزن و بگیر نمیدونم راحتی جا ایمونم نفورمه بعد میگه که چی ایمورا میگن اوغ سپورت طلب کنمه اگه اوغ سپورت داشته است هم مردک چی کرد وقتی او بمور است رفتن گفته است که برای اوغ سپوری هم فلانی را بیار او رفته است اون بچهش بیده زن گفته است که او بمور شما امورا اوغ سپورت طلب کنمه اوغ سپورت نه ببوره بیده است چو کاره بیده است انا با یک افسانه گست خب همسایه میره و میگه که هم دیگه همسایه رو نرفتی بیاری ده اوقات کنیم که دیگه ما مایده که چیزی میکرد بعد رفته از خیلی دیگه همسایه را گفته از زنش گفته آهی یه عجب دیگه خشروی است گفته زنه که همی دیگه میفورد گفته از که
یک دیگ بچه نو رفته است خری است آورده است در درونش مونده است گرفته است بگرد به همسایه‌اش دست بعد همسایه گفته است که خی اینش دیگ خودم نکنه چه ای همسایه ما این دیگ برین در خونه ما بچه کرد بعد میگه که او این دیگ بچه میکره است خی گفته که نمیدونم این دیگ آوریم بچه میره و خی چند وقت میگذره و میگه که با برامو دیگ همسایه را بیار این سفر میره و میاره میگه بیار تیز بودش که این خونه اینا بسیار به خاصیت باید که بچه نکنه میره و میاره میدش چند روز نمیارش بعد افندی میگه که برای دیگه بیار او مرک دیگه نه آور یکی خیلی همسایه میره و در تق میزنه میگه که بیامو دیگه مومم یکی او مرده کم تخت خفه میگه میگه جوره دیگه بمور بعد میگه که اوه دیگ میمور است خیلی گشته برفت از زن شکت است که او دیگ مو بمور است گفته است که اوخی چی دیگ میمره اگه دیگ بچه میکره بیده است اونا میمور است امی قطی دلشو سرش از دیگی کته اوناش از مایده که اونا میگن سگ ایروی صاحب شرمای سگ میگه یک سنگ بگیریم بزن میگه نزنش که سگ همسایه است خیلی یک به سگ وابستگی نداره مثال به کودک داره به زن داره به مادر داره میگه این مادری هم اما مادری یک گپ پرزا میگه خیال اما یک گپ گفت من نگویمش که مادری فلانیست اما همسایه میشنوه و خیش تبار میگه آخه این هم قپری است اما قد میکشه بگیم میگن زیرکندی توری مردم از سنگای ولی هم توری همسایه رو آوری کندر نینه باشد امروی سگ میبری گوشت میده میکنی نرمی کندب کوی خیلی آخه اینو حساب ندارن بچه جون یک مرغ داشتم یه راسته بی قط که وقتی تخمش میشی و میپری گو میشی تخم کرمه و یک روزی که اکتم ناشگرید قطت بای ما و تخم کنید روی مردم با یک چیگه تری گزی در تای پاش مونده است ای تار دیان که تازی تر ای دیونه نیست ای شیاره یک دیونه بی هیچ وقت چی نمیکرد گزی تا در تای چی نمی لاقاجر دست اینه بلا لاقام نه برای قدم بلند گره یک گزی قطع بلند کنمه واقعا از صحبت شما از مسائل های دلنشین شما از روبایی های بسیار پرمضمون شما هم غم انگیز باشند ولی فلسفه های خیلی زیبا دارند واقعا شما یک گنجینه های بی‌بها هستید که همین گونه ادبیات شفاهی ما رو حفظ میکنید و به نبیره های خود به نسل های آینده انتقال میدید خسته نباشید و دوستان عزیز برنامه گنجور بود و ما این برنامه رو از ناحیه درواز پیشنهاد شما کردیم در حلقه مادران مهربانی منطقه که واقعا هم از صحبتشان کس لذت میبرد از مسائل های شیرینشان کس پند میگیرد از روبایی های دلنشینشان واقعا هم یک معنی پربار میگیری و من به اینها سپاس میگویم آرزومندم که همیشه همینگونه خندان و شیرین و بی‌غم باشند و دوستان عزیز به شما نیز روزگار خوب و تنی آسوده و آفتاب درخشان را تمنا دارم تا دیدار دیگر سربلند و فیروز باشید خیر